گرامی، موضوع امروزی که ما آن را دست میکنیم این طبیعت انسان است. البته هر یکی شما به خود سوال میدهید کیست آدم و کجا می رود و حیات چیست؟ پس آیا شما عمیق گفته می توانید که به این سوال شما جواب دادید؟ اندکی هم باشد از روی نقطه نظری علمی حاضر زمان ما با این سوال روشنایی می اندازیم، یعنی طبیعت انسان. آیا ما بازیچه دستی طبیعت هستیم که هر کجای خواهد ما را میبرد، یا که از ما هم چیزی وابستگی دارد؟ آیا ما می توانیم که به سمت تقدیر را روانه سازیم که برای ما و شما خوشبختی بیارد؟ آیا ما می توانیم که بدن خود را، سرشت خود را بقوت کنیم و آن را نگه داریم از هر گونه بیماری ها و برسیم به آن مقصد هایی که در روی زمین ما در نزد خود وظیفه گذاشته ایم؟ نقش شد که شما به تفکر آغاز کردید. یکی شما البته ما را شاید تنقید کند و بگوید که این چی موضوعی است که کیها معلوم است. شاید دیگری بداند و عقیده های خود را داشته باشد. شاید اینو جهت دینی یا جهت علمی یا جهت حکمت آن، یعنی فلسفی آن را شما تحلیل کرده ایستاده اید. این مهم نیست. باور کنید مقصد ما آن است که شما را از اطلاعات نهایت عمیق و دقیق خبردار سازیم. آن طرفش تحلیل از آن شما. سرشت انسان معلوم است که آفریده عالی دست قدرت خدا طبیعت است و از آدم بالاتر و عالیتر یگان مخلوقات دیگر آفریده نشده است. و بزرگی انسان در آن است که ذره از خداوند، یعنی جان، روح فرمان او را دارد و از 4 عنصر یعنی آب، خاک، آتش و هوا برای این روح، برای این جان لباس دوخته شده است. و یکی از این ماده ها اگر برتریت کند یا کمی کند، در آن وقت موافق نظریه مجاز که دستی بوعلی سینای بزرگ در آن کلام است، بیماری به وجود می بیاید. آیا ممکن است که این ترازوی عنصرهای بدن، سرشت خود را ما به معتدلیت بیاریم؟ آیا ما می توانیم که بر روان خود تاثیر رسانیم؟ البته می توانیم. پس بیایید امروز ما و شما به این 4 عنصری که در سرشت ما و شما هستند و متاسفانه در یکی شما یکی آن زیاد است، دیگری کم است. مثلا اگر آتش زیادتی کند، آدمان شیرین کردن میگویند آتشین مشعل، یعنی که آتش خود را پست کن که سبب بیماری های جگر و راه های زرده، یعنی تلخه و روده ها می شود. اگر که مثلا آب زیاد باشد، ما و شما میدانیم که سبب بیماری های ورمی و گرده و خیچک و آن عضوهایی که با آب سر و کار دارند. ما و شما میدانیم که اگر در ما و شما هوا زیادتی کند، سبب ناراحتی های دل و راه های نفس می شود که حتی جنجالی راه های نفس را با هوا همچون دیغ نفس ما و شما میدانیم. و اگر ما و شما میدانیم که در ما و شما اگر خاک، یعنی عنصر خاک که زرده سیاه میگوید زیادتی کند، سبب فکرهای وزنین و ناراحتی های معده و پیوندها شدنش ممکن است. البته این اساس های علمی دارد. حالا ما میدونیم که عصبی انسان عبارت است از نوع عصب، تارهای عصبی که مرکز را گوش میکنند و تارهای عصبی که اتونومی هستند، یعنی خودمختار هستند. و البته این تارهای عصبی خودمختار دو نمود هستند که یکی از آنها سیمپاتیکی یعنی قوت میدهد و دیگری پاراسیمپاتیکی قوت را میگیرد و هر یکی آن به عضوها اثر خود را دارند و در نتیجه زیاد شدن یکی از این تارهای عصب، مثلا سیمپاتیکی، سبب کار زیادی همان عضو می شود. از آن جمله بیماری هایی که در
دل مثلا دل تیز کار میکند یا که معده خوراک را نگاه نمیدارد یا که مثلا سبب پیشاب زیاد شدن و هاکذا این از حساب آن است که این قوتی طور عصبی سیمپاتیکی با قوت شده است و آن را باید پس نماند. یا که حالتهای دیگری می شود که دل نهایت ناراحت است، سست میزند و مثلا میبینیم سختی خوراک در معده می شود یا که زرده در جگر میماند. این البته سببهای تاثیراتی طورهای عصبی پاراسیمپاتیکی هست و اگر این را ما در ترازوی نظری میجازمانیم این بیماری‌های گرمی و خوراکی می شود. پس معلوم است که طب حاضر زمان دوام آن طبی هست که هنوز از دوره‌های کهن می آمد و مردم ما نهایت در آن دستی عظیمی داشتند و ناگفته نماند که خود اثرهای ابوعلی ابن سینا 700 سال کتاب‌های آموزش طبیبانی اروپا بودند و خود نیاگان ما زمینه‌ها و خشت‌های اولی طبی حاضر زمان را در آن وقت هنوز گذاشته شده بودند و البته این باعث افتخار ما و شماست. ولی باز آن چیزی که ما امروز با شما پیشنهاد میکنیم باز فکر میکنم که صاحب شرف مردمی ما میشود که ما با واسطه مشق‌های مخصوصی روحی میتوانیم که به طبیعت خود تاثیر رسانیم و طبیعت خود را بتیزانیم یا که این یا آن عنصر آن را به معتدلیت بیاریم یا که کار عضوها را ما جابجا کنیم و ناراحتی ها را از آنها دور کنیم. غمگین نشوید. آن مشکلاتی که در شما هست امروز انشای خدا راه حلش ما میابیم و برای همین شما یک جای را قلعه را به خود بگیرید و در آن جای بشینید. بگذار این کرسی باشد، بگذار شما بالای کرپچه بنشینید، بگذار شما جای خوبی خود باشد یا که راست میستید، ولی شما کوشش کنید که به دقت و سخنان ما با تمرکز وارد شوید و آن سخنان را به زیر شعور خود وارد سازید تا اینکه بدن شما ذخیره های خود را به کار برد، داروخانه های خود را بکشاید و شما توانید که به طبیعت خود تأثیر مثبت رسانید. می توانید که شما به کرسی بنشینید و وقتی که شما به ما می‌نگرید البته نیت ما رو میفهمید که نیت ما آن است که پتانسیل اقتداری معنی سر شما رو بیدار سازیم تا اینکه شما توانید طبیعت خود را، 4 عنصر خود را معتدل کنید. اندکی به ما نگاه کردن بدانید که این گیپنوز نیست، این علم حال است. ما میخواهیم که شما به مشق‌های روحی به حال در آمده طبیعت خود را به دست گیرید که کیها در مملکت‌های اروپا مد شده است و این مشق برای قلب، یعنی که برای روان شما است و این مشق با واسطه روان شما تاثیر میرساند به طبیعت شما، به سرشت شما، به ارگانیسم شما. میتوانید چشمان خود را پوشید. البته پناه بطلبید و به نام آفریدگار سر کنید و به نیت شفا نشسته خود را در بین مینه سر قرار دهید و بدن خود را حس کنید. حس کنید دست و پای خود را. حس کنید دل، نفس، ششها، جگر، روده ها، غدود زیر معده و تلخه، گردن و عموما آن عضوهایی که هر یکی شما آنها رو نسبتاً درک داره. با دقت باشید. بدانید خداوند آرام است و آرامی را دوست می‌دارد. بیهوده نگفتند که نماز را در آرامی و خشوع بخوانید. مشق‌های روحی ما نمازهای شما را کامل می‌کنند. چون که شما با واسطه این مشق‌ها می‌توانید که دقت را جمع کردن یاد گیرید، بدن خود را نرم سازید و آرامی را پیدا کنید.
آرامی عجیب شما را فرا میگیرد. ما وقتی که تمام مشق‌های روحی خلق‌های گوناگون عالم را آموختیم، آنها از نیت و آرامی سر می‌شوند. حتی در مشق‌های صوفیانه خود هم این را ما دیدیم. آرامی این اقتدار است که آن را اقتدار آرامی میگویند. با زبان علمی پتانسیل پکایا. در این وقت قوت شما جمع می شود. قوتی که برای شما لازم است، برای کار شما، برای فعالیت شما، برای درست کردن سرشت خود و عضوهای خود. آرامی عجیبی چی در فکرها و چی در جسم شما پیدا شده است. این آرامی سبب آن می شود که فکرهای بیهوده از سر می روند و در سرخالگی فارغی پیدا شده آواز ما نقص شنیده می شود و با آواز ما شما به دنیای دیگر و عالم حال وارد می شوید. بعد که فکرها آرام شدن دل شما آرام می شود. وقتی که دل شما آرام شد نفس شما آرام می شود. و وقتی که فکرها دل و نفس آرام شدند مشک‌های شما یعنی گوشت شما آرام می شود. آهسته آهسته وزن بدن خود حس می کنید. بدن نرم و وزن فراهم شده ایستاده است. شما قوه جاذبه زمین را حس می کنید. و البته عنصر آب در ما و شماست. این عنصر سبب ملایمی و نرمی بدن ما و شما می شود. آب در کجایی که رود آنجا سبزی است، حیات است. در بدن ما و شما به شکل خون گردش می خورد و چون گردش خورد آن وقت صحتی در شما می سبزد. آهسته آهسته شما حس می کنید وزن بدن خود را. و وزن بدن ما و شما این عنصر خاک است که به زمین همه وزمینی بدن جویده می شود. و عنصر آفتاب که آتش است در بدن ما و شما حضور کرده گرم می کند و ما و شما با گرمی عجیبی داده می شویم. این گرمی است که گزگی های بدن ما و شما را، ناراحتی های بدن ما و شما را برطرف می کند. و آهسته آهسته هر باری که نفس می گیرید بدن سبک و بی وزن شده شما بدن خود را فراموش کرده می گیرید. نرمی در آب، وزنینی فارم در خاک بدن ما شد، گرمی از آفتاب آتشی بدن ما شد و هوا سبکی. این است یکمین تأثیرات ما و شما با طبیعت خویش. چون از این حالت میخیزید سبک، روشن، خرسند و ما و شما با طبیعت خویش. چون از این حالت میخیزید سبک، روشن، خرسند و گرفتن. صحت نصیب شما